أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب، کتاب ریاض الصالحین که انشاءالله امروز باب نو رو میگیریم. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحین میگوید: باب القناعة والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غیر ضرورة. یعنی که این باب در مسئله قناعت است که انسان باید قناعت داشته باشد، انسان باید با بگیم قناعت پیشه بکند. والاقتصاد فی المعیشتی، همچنین این باب درباره اقتصاد در زندگی است. اقتصاد یعنی میانه روی، بگیم صرفه بیهوده کردن نه و بگیم بخل و بخیلی کردن هم نه، بگیم میانه عمل کردن در زندگی. والانفاقی، و همچنین باب در مسئله میانه روی کردن در انفاق است، در صدقه دادن. یعنی که وقتی که انسان میشنود فضائل صدقه دادن هم معناش این نیست که همه مال شده را ببره را بتید، نه، این اقتصاد فی الانفاق باید باشد، یعنی میانه روی کردن در انفاق هم، حتی در صدقه دادن هم حتی انسان باید چیکار کند؟ میانه روی کند، یعنی که تجاوز نکند حد را. و ذم السؤال من غیر ضرورت، باب همچنین در مسئله ذم سؤال است، یعنی که بد شمردن سؤال، یعنی تلبیدن. مسئله سؤال یعنی که گدایی کردن، تلبیدن. و نکوهش، ذم یعنی نکوهش یا بد شمردن گدایی من غیر ضرورت، اگر بدون ضرورت باشد، یعنی انسان احتیاج نداشته باشد و گدایی بکند، این بسیار بد است. اکنون در ان همین موضوع ها صاحب کتاب امام نووی رحمه الله برای ما و شما چندین از دلایل را تقدیم و پیشنهاد میکند. اکنون میگه قال الله تعالی، گفت الله سبحانه و تعالی: و ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. و ما من دابة، یعنی نیست دابه، مثلا دابه یعنی جنبنده، یعنی حیوان زنده، یک مخلوق زنده فی الارض، یعنی در بالای زمین. و نیست یگان مخلوقی یا جنبنده در بالای زمین الا علی الله رزقها، مگر اینکه بر عهده الله تبارک و تعالی است رزق اون دابه، رزق اون مخلوق، که الله تبارک و تعالی باید رزق اون را برساند. یعنی که وقتی رزقش خلاص شد باید بمیرد، تا وقتی که زنده است باید رزق داشته باشد. پس رزق اون نزد الله تبارک و تعالی هست، بر عهده الله سبحانه و تعالی هست. خب این یکم دلیلی که امام نووی رحمه الله در این باب تقدیم کرد. و قال تعالی، و دویم دلیل رو میگه که الله سبحانه و تعالی گفت که للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. میگه للفقراء الذين، یعنی که از برای فقیرانی که، مثلا از برای اینا میگن جار و مجرور متعلق است به صدقه دادن که آیات قبلی ده آمدگی است، فهمو آیات پیشین ده. یعنی صدقه باید برای فقیرها باشد، صدقه باید برای فقیرها باشد. کدام نمودی فقیرها؟ الذين احصروا في سبيل الله، همون فقیرانی که احصروا فی سبیل الله، یعنی محاصره گردانده شدگی هستند، بازداشته شدگی هستند در راه الله تبارک و تعالی. لا یستطیعون الضرب، و نمیتوانند که سفر بکنند. مقصدی که میتونه بگیم ای احصروا فی سبیل الله، یعنی در راه الله مشغول هستند، بند هستند در راه الله. لا یستطیعون الضرب، اونها دیگر وقت زیادی ندارن که سفر کنن، سفر تجارتی، سفر کاری. فی الارض یعنی در بالای زمین سفر بکنن. یحسبهم الجاهل اغنیاء، یعنی که فکر میکند انسانی بیخبر و گمراه، الجاهلو یعنی انسانی بیخبر و گمراه، این انسان ها را، کسانی که بند هستند در راه الله، اغنیاء من التعفف،
اینها را ثروتمند و مالدار فکر میکند، من التعفف، از تعفف اینو، از قناعت اینو. وقتی قناعت اینو را میبینن که اینها هیچ طلبی از دنیا نمیکنن، مشغول در راه الله هستند، بند در راه الله هستند، وقتی که این را میبینن جاهلا فکر میکنن که اینها بای هستند، اینها ثروتمند و مالدار هستند، اما اینها مالدار نیستند، اینها من تعفف است. یعنی که از قناعت زیادی که دارن، ریس بگیم توکل علی الله کرده، در راه الله مشغول هستند. تعریفهم، اکنون پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله میگه که تعریفهم، یعنی تو پیغمبر اونها را میشناسی، اون کسانی که در راه الله بند هستند، اونها را تو پیغمبر میشناسی. بسیماهم، با چی میشناسی؟ بسیماهم یعنی با سیماهشون، با رویهایشون. وقتی که رویهای اونها را تو میبینی پیغمبر، میدانی که اینها همون کمبغلان و نادارانی هستند، در راه الله مشغول هستند و راه الله را ترک نمیکنند که از پشت تجارت و از پشت این باشند. لا یسالون الناس الحافا، یعنی که نمیپرسند، لا یسالون نمیپرسند، طلبندگی نمیکنن الناس از مردم، طلبندگی نمیکنن از مردم، الحافا یعنی که با اصرار، با فشار، یعنی ایزمگی کرده از مردم درخواست نمیکنن. حالا تو مربوطه، من اگر احتیاج دارم مثلا فلان مربوطه گفته، از مردم با الحاف یعنی که با اصرار و با فشاری، با پافشاری طلب نمیکنند، گدایی نمیکنند. خب بعد از این وقال تعالی، آیت سیم را میورد، میگه گفت الله سبحانه و تعالی والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلك قواما. الله سبحانه و تعالی میگه والذین، یعنی کسانی که، و آن کسانی که اذا انفقوا، وقتی انفاق میکنن، وقتی صدقه میتین، وقتی که مالاشون در راه الله میتین، لم یسرفو، اسراف نمیکنند، اسراف کاری در صدقه نمیکنند. طوری که در بالا گفتیم که اقتصاد یعنی میانه روی کردن در صدقه. پس ان همین دلیل همون است که والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، و کسانی که وقتی که انفاق میکنن، صدقه میکنن، مالهایشون رو اسراف کاری نمیکنن، ولم یقتروا، و همچنین بخیلی هم نمیکنن، یعنی تنگ دستی و کنسکی هم نمیکنن. و کان بین ذلك قواما، و می باشد در بین این، یعنی در بین اسراف و در بین بخل، قواما یعنی که وسط، میانه، و اما میانه روی میکند، یعنی نه اسراف کاری میکند، نه بخل و کنسکی میکند، بلکه در بین میستد، در وسط میستد. قواما یعنی که وسط، یا میتونیم بگیم معتدل و میانه روی میکند در انفاق کردنش. بعضی علما میگن که این آیت برای نفقه کردن اهل بیت است. والذین اذا انفقوا، و کسانی که وقتی که نفقه زن فرزند چون میتین، لم یسرفوا، در زن فرزندش باید اسراف نکند، هر چیزای بی معنی و هر چیزهای بگیم ناشایسته و هر چیزهای نالایق را برای اونها نخرد و اسراف کاری نکند. ولم یقتروا، و همچنین کنسکی هم نکند که در فرزندش بگیم صرف نکند که فرزندش بگه خودت میدونی و زندگی، نه، این نباید اسراف کاری باشد و نباید بخل باشد، بلکه میانه روی، همون چیزی که محتاج است، همون چیزی که برای روزمره اش لازم است، همون رو باید تأمین کرده شود در زندگی و در نفقه دادن آن کسانی را که نفقهش بالای امان واجب هست. خب بعضی علما میگن برای انفاقی کامل است، یعنی که هر صدقه دادن هست. بعضی میگن نه، برای اهل بیت است، برای خانواده است. خب بعد از این میگه و قال تعالی، و گفت الله سبحانه و تعالی، آخرین آیات را در این باب میارد، میگه که الله سبحانه و تعالی گفت که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی و من خلق نکردم جن و انس را مگر لیعبدون، تا اینکه مرا عبادت بکنن، نه لیوحدون، برای یگانه دونستنم. الله سبحانه و تعالی میگه من انسان رو برای
یکتا پرستی خلقش کردم. ما اريد منهم من رزق، الله سبحانه و تعالی میگه که نمیخواهم، ما اریدو یعنی نمیخواهم، الله میگه منهم یعنی من از این مخلوقا، از این انسانیت ها، من رزقین رزق نمیخواهم، اینها ما در رزق نتیان. الله میگه من از اینها رزق نمیخواهم. و ما اريد ان یطعمون، و الله میگه همچنین من نمیخواهم که اینها به من خوراک بدهند، اطعام بکنن من را، ان یطعمون یعنی اطعام بکنن من را، یعنی که به من خوراک بدهند. الله سبحانه و تعالی من میگه که من نمیخواهم که اونها برای من خوراک بدهند، نه که من از اونها چیزی نمیخواهم، فقط از انسانیت الله سبحانه و تعالی میگه من یکتا پرستی و توحید میخواهم و بس. خب این بود آیت ها در این باب. بعد از این میگوید و اما الاحادیث، اما حدیث ها میگوید فتقدم معظمها فی البابین السابقین، پس گذشت میگه بیشتر و بسیارترشان در دو بابی گذشته، در بابایی که پیش خوندیم در اون باب میگه حدیثای در این موضوع گذشت میگه. و مما لم یتقدم، و از جمله آن حدیثایی که نگذشته است، از جمله آن حدیثایی که ما نگرفتیم اکنون میگه در پایین میارمش. اکنون میگه یکم حدیثی که در این باب است، حدیث 521 میگه و عن ابی هریره رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که لیس الغنى عن کثرت العرض، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که نیست غنا، لیس الغنا یعنی نیست غنا یعنی بینیازی نیست، ان کثرت العرضی یعنی از بسیار بودن ثروت و مالداری، یعنی که بسیار مال داشتن این بینیازی نیست. ولکن الغنا غنا نفسی، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که ولیکن بینیازی نفسی است، بینیازی درونی انسان است که انسان بگم قانع کننده باشد، قناعت بکند آن چیزی که الله سبحانه و تعالی براش داده است، انا این را میگویند که بنیازی. اما یک انسان دارد مال و ملک زیاده، قناعت که ندارد، اون انسان در بنیازی دیده نمیشود. اما یک انسان هیچ چیز ندارد، قناعت دارد، در این انسان بنیازی دیده می شود. حدیث متفق علیه. خب بعد از این حدیث 522 عن عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما، از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، میگه هر اینا پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت قد افلح من اسلم، واقعا پیروز شدگی است، رستگار شدگی است، من اسلم هر کسی که اسلام آورده است، و رزق کفافا و پیروز شدگی است هر کسی که رزق داده شدگی است، کفاف یعنی که به اندازه احتیاج و به اندازه نیازش، یعنی رزقی برای زندگیش دادگی است، اون انسان هم همچنین رستگار شدگی و پیروز شدگی است. و قنعه الله بما آتاه، و همچنین رستگار و پیروز شدگی است هر کسی که قنعه الله یعنی قناعت بخشیده است الله برای اون، یعنی الله سبحانه و تعالی قناعت کردن برای او دادگی است، توفیق قناعت کردن دادگی است، بما آتاه به آن چیزی که براش داده است، کم از زیاد از هر چقدر که الله براش داده است، این انسان قانع است، قناعت کردگی است، این میگه برای اون چی است؟ برای اون انسان سبب پیروزی و سبب رستگاریش می باشد. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی است. بعد از این حدیث 523، در حدیث 523 میگه و عن حکیم ابن حزام رضی الله عنه قال، یعنی که از حکیم ابن حزام رضی الله عنه روایت است که گفت سألت رسول الله صلی الله علیه و سلم فاعطانی، میگه که پرسیدم، سألتو پرسیدم یعنی که درخواست مال کردم، یعنی که از رسول الله مال خواستم، فاعطانی پس رسول الله میگه برای من مال رو داد، آنچه که از رسول الله خواستم از دنیا میگه برای من داد. ثم سألته فاعطانی، باز سوال کردم میگه از پیغمبر دنیا را،
فاعطانی، پس از مال دنیا میگه برای من باز داد رسول الله. ثم سألته فاعطانی، باز باری سیوم میگه از مال دنیا سوال کردم از پیغمبر صلی الله علیه و سلم، فاعطانی، باری سیوم میگه رسول الله برای من از مال دنیا داد. ثم قال، بعد میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت یا حکیمو، گفت ای حکیم، حکیم ابن حزام رضی الله عنه، ای حکیم، این هذا المال خضر حلو، گفت هر آینه این مال، یعنی مال دنیا، خضر حلو، یعنی دلفریب شیرین است. مال دنیا دلفریب است و مال دنیا شیرین است. فمن اخذه بسخاوت نفس بورک له فیه، و هر انسانی که بگیرد، دریافت کند، اخذه یعنی دریافت کند این مال دنیا را، یا بگیرد مال دنیا را، بسخاوت نفس، با سخاوتمندی نفس، یعنی که سخاوتمندانه، با سخاوت، یعنی که همچون سخیانه بگیرد، بورک له فیه، برکت داده می شود برای اون انسان در اون چیزی که از دنیا گرفتگی است. یعنی که سخاوتمندانه که از دنیا مال را به دست آوردی و دریافت کردی، بورک له فیه، در این مال یافتگیت برکت است. و من اخذه باشراف نفس لم یبارک له فیه، یعنی هر کسی که دریافت کند مال دنیا را به اشراف نفسین، با طمع و با حرص و با درخواست، لم یبارک له فیه، برکت داده نمی شود در اون مال برای اون انسان. یعنی اون انسان از اون مالی که با طمع و با حرص جمع کردگی هست، در اون مال اون انسان برکت نمی یابد. لم یبارک له فیه، برکت داده نمی شود برای اون انسان در اون مال. و کان الذی یأکل ولا یشبع، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید که و کان، و هست یعنی کسی که مال دنیا را با حرص و با طمع طلب میکند، و کان یعنی که هست. کی هست؟ این آدم دویمه که از دنیا میگیرد به اشراف نفسین، یعنی که با حرص و با طمع. کالذی، این انسان میگه به مثل همانی هست که یأکل ولا یشبع، یعنی میخورد و میخورد هیچ سیر نمیشود. انسان میخورد سیر نمیشود، میگه این انسانی که با تمام مال دنیا را به دست میارد، این انسان میگه به مثل همون است. والید العلیا خیر من الید السفلا، پیغمبر صلی الله علیه و سلم حکیم ابن حزام را گفت که دست بالا بهتر است از دست پایان. یعنی چی؟ یعنی که دهنده بهتر است از گیرنده. اون انسانی که مال میتید بهتر است از اون انسانی که مال را میگیرد. خب این بود سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. اکنون حکیم بن حزام حالت خچه بیان میکند، یعنی که چیکار کرد بعد که پیغمبر 3 بار از پیغمبر طلب کرد، پیغمبر داد و بعد در آخر این سخن را پیغمبر برای حکیم ابن حزام که گفت، میگه که قال حکیمون، پس میگه حکیم گفت، فقلت یا رسول الله، میگه گفتم که ای رسول الله، والذی بعثک بالحق، قسم به ذاتی که تو را با حق فرستادگی است، لا ارزع احدا بعدک شیئا حتی افارق الدنیا، یعنی که لا ارزع، یعنی نمیخواهم و نمیگیرم، احدا از کسی، از یگان انسان یگان چیز نمیگیرم، یگان چیز نمیخواهم، بعدک شیئا، بعد تو پیغمبر چیزی رو، یعنی بعد تو پیغمبر من دیگه از یگان کس سوال نمیکنم، درخواست دنیا نمیکنم، حتی افارق الدنیا، تا زمانی که زنده هستم، تا زمانی که بمیرم، تا مردن ما گفت دیگر من از کسی دنیا نمیخواهم. فکان ابو بکر رضی الله عنه یدعو حکیما لیعطیه العطاء، پس بود، میگه زمان خلافت حضرت ابوبکر، میگه پس بود ابوبکر رضی الله عنه در زمان خلافتش یدعو حکیما، حکیم فریاد میکرد، حکیم ابن حزام فریاد میکرد، لیعطیه العطاء، تا اینکه چیزی براش بتید، یعنی ای بیت المال حقش بتید، فریادش میکرد. فیعبا ان یقبل منه شیء، حتی دیگر حکیم وقتی قسم خورده بود که والذی بعثک بالحق لا ارزع احدا بعدک
شیئا حتی افارق الدنیا، وقتی نزد پیغمبر این قسم یاد کردگی که بود، فیعب ان یقبل منه میگه شیئا، پس روی میگردون که از حضرت ابوبکر چیزی را قبول کنه. حضرت ابوبکر قبول نمیکرد. در زمان حضرت ابوبکر، خلافت حضرت ابوبکر، حکیم یگان چیزی از بیت المال نگرفت. ثم ان عمر رضی الله عنه دعاه لیعطیه، پس هر آینه میگه عمر رضی الله عنه در زمان خلافتش باز حضرت عمر دعاه، فریاد کرد حکیم را، لیعطیه، تا اینکه حکیم چیزی بتید از بیت المال، یعنی حقش بتید. فابى ان یقبله، باز میگه روی گردانید حکیم که قبول کند چیزی میدادگی حضرت عمر، باز قبول نکرد. میگه اون چیزی که حضرت عمر براش میداد. فقال یا معشر المسلمین، پس حضرت عمر یعنی که حکیم حقش بود، زیرا که بیت المال بود، از اون چیزی که از فیع می آوردن مال غنیمت، از مال غنیمت بین حق مسلمانان بود. پس از این حساب میگه حضرت عمر گفت که یا معشر المسلمین، گفت ای مسلمان ها، اشهدکم علی حکیمین، یعنی من شما را شاهد میگیرم در بالای حکیم، شما شاهدی من شوید در بالای حکیم که انی اعرض علیه حقه الذي قسمه الله له في هذا الفیء فیأبى ان یأخذه. انی اعرض علیه حقه، گو هر آینه من تقدیم میکنم، پیشکش میکنم برای حکیم حقش را، آن حقی که دارد، آن سهمی که دارد، همچون یک مسلمان من حقش براش تقدیم میکنم. میگه الذي قسمه الله له، امون حقی را که الله سبحانه و تعالی برای این بخشیدگی است، برای این دادگی است، میگه فی هذا الفیء، در همین مال فیء، در مال غنیمت، فیأبى ان یأخذه، همین حقی چه میگه حکیم نمیگیرد. حضرت عمر رضی الله عنه گفت که ای مردم، من شما را شاهد میگیرم تا اینکه در روز قیامت جوابگر نباشم. فلم یرزع حکیم احدا من الناس بعد النبی صلی الله علیه و سلم حتی توفی، پس میگه نگرفت حکیم از کسی از مردم، یعنی از یگان انسان حکیم از بین مردم چیزی نگرفت بعد پیغمبر صلی الله علیه و سلم حتی توفیه، تا زمانی که زنده بود، یعنی تا اینکه وفات کرد. تا وفات کردنش بعد همون سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه از مردم دیگر چیزی نگرفت و نه طلب کرد. این حدیث متفق علیه است. خب بعد از این حدیث 524 این را انشاءالله درسی آینده و این است انشاءالله درس امروزمون و با همین درس امروزه را به پایان میرسونیم. بارک الله فیکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.